الرحمن الرحیم. امروز به داستانی دیگر از داستان صحابیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیدیم. شخصیتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون می‌فرمایند که هر کی خوشحال میشه از اینکه به زنی از حوریان بهشت نگاه بکنه، باید به این زن نگاه کنه. این زن کی هست؟ ام رومان. کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون فرمود که خدایا ایشون به خاطر تو از هیچ چیز نترسیدش، تا اینکه به قول معروف این به خاطر تو بود و به خاطر رضایت تو و محبتش نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. بله، امروز ما داستان این صحابیه بزرگوار رو با هم می‌خوایم بخونیم. صحابیی که در نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دارای جایگاه و منزلت بالایی هست، حتی بین زنان صدر اسلام، و آثار بسیار مهمی در تاریخ داره و نقش مهمی ایشون رو میشه در تاریخ دید. نقش معطر و گویا و شفاف ایشون و فرح بخش ایشون در تاریخ برای همه ما روشنه. همینقدر در فضیلت این صحابیه بزرگوار کافیه که ما بخوایم در بین زنان بزرگوار و صحابیات اینشون رو نقل بکنیم، اینی که این شخصیت همسرش ابوبکر صدیق رضی الله عنه هست و دختر ایشون همسر برترین مخلوق خدایاست، اشرف مخلوقات پروردگار هست در دنیا و آخرت، محمد صلی الله علیه و سلم. برای دختر ایشون صدیقه همون عایشه بنت صدیق هست. پس این فضیلت دیگریه که نصیب این بزرگوار و این صحابیه میشه. بله، ام المؤمنین عایشه دیگه میدونید که افقه امت هست، به قول معروف افقه و اعلم نساء امت هست. افقه و اعلم اصطلاحی که مطلقاً در مورد ایشون محدثین و فقها به کار میبرند. خب این فضیلت در یک قسمت این جریان، تا همینقدر بفهمید که پس ایشون شخصیتی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم همسر ابوبکر صدیق، مادر ام المؤمنین عایشه و مادر زن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست. و از طرف دیگه پسر ایشون هم از جنگاوران و مجاهدان میدان دعوت الهی و یکی از اصحاب بزرگواری هستش که تونسته اون هم به منزلت و سایه‌یار بودن کنار پیامبر یا حواری بودن کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهش به اون مقام و منزلت برسه. ولی شخصیت ایشون کسی نیست جز عبدالرحمن ابن ابوبکر. پس ببینید، ام رومان همسر ابوبکر صدیق هست، مادر ام المؤمنین عایشه هست، مادر خانم رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست و مادر قهرمان و مجاهد در راه خدا و صحابی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عبدالرحمن ابن ابوبکر. ما بد نیست که نگاه رو حالا دقیق‌تر به زندگیشون داشته باشیم، چرا که از لحظات اولی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان میاره میبینیم که ام رومان همسرش هم به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایمان میاره و این ایمان ایشون رو جزو سابقین اولین به اسلام قرار داده. بله، این شخصیتی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم ام رومان، این کنیه بر ایشون چیکار شده؟ غلبه داره. ام رومان دختر عامر، ام رومان بنت عامر بنت اویمر ابن عبدالشمس ابن عتاب، همجوری میره تا که میشه کنانیه. پس ام رومان در واقع که هست دختر عامر هست. حالا ابن عبدالبر در الاستیعاب در مورد ایشون میگه که ام رومان رو هم گفتن رومان، هم با فتح خوندن رومان. حالا من خودم زبونم بیشتر همون رومان هست و بیشتر هم همین رومان خونده میشه. و ابن اسحاق نقل کرده در مورد ایشون که اسم ام رومان در واقع زینب هست، برخی دیگه اسم دیگری رو به نام دد در مورد ایشون نقل کردن، اما کنیه ایشون به عنوان ام رومان دیگه بین همه مورخین و محدثین و تاریخ نگاران و کسانی که اصحاب سیره هستند در مورد صحابی کار کردن این گونه غلبه پیدا کرده. ببینید زندگی ایشون در دوران جاهلیت چگونه هست. نگاه کنید، ایشون در منطقه‌ای در سرزمین سرات، دقت کنید، در منطقه سرات از جزیره العرب زندگی میکنه و ام رومان بنت عامر خب در اونجا بزرگ میشه و با شخصی به نام عبدالله ابن حارث، خوب دقت کنید، با شخصی به نام عبدالله ابن حارث
ازدی ازدواج میکنه. خداوند به اینها فرزندی میده که اسم این فرزند رو میذارن طفیل ابن عبدالله. پس در ازدواج اول رومان ما میبینیم با شخصی ازدواج کرده به نام عبدالله ابن حارث و خداوند هم بهشون فرزندی میده به نام طفیل. شوهر ایشون عبدالله ابن حارث تصمیم میگیره که برای اقامت به مکه بیاد، چون اصلا اون قدیم مکه رو به عنوان ام القری در بین جاهلیت و بالاخره اونها خودشون فرزندان ابراهیم میدونستن، اما دچار ابتلا به شرک شده بودند و واسطه گرایی. تصمیم میگیره که به مکه بیاد و خب این راه میفته با هم کاروانی که میاد به اون سمت مکه و به همراه خودش همسرش و عبدالله رو طفیل رو چی میگن به همراه خودش همسرش و طفیل رو برمیداره به مکه میاره. و در اون زمان رسم بر این بود کسی که مثل الان شما حساب کنید در قوانین امروز دنیای مدرن کسی که میره در جایی مهاجرت میکنه خب اون حکومت تحت حمایت قرار میده یا مثلا به یک شهرداری منطقه مثلا در جایی ساکن میشه شهرداری اسمش مینویسن و تحت حمایت قانونی قرار میگیره. در زمان جاهلیت این گونه بود، شخصی به منطقه‌ای میرفت، به شهری میرفت یا به قبیله‌ای میرفت یا به روستایی میرفت باید تحت حمایت یا پیمان یکی از افراد قابل اعتماد در اونجا قرار می گرفت و این قوانینی بود که در اون زمان در زمان جاهلیت به این سبک وجود داشت تا افراد میتونستن زندگی کنن در امنیت و یا مثلا شرایط اجتماعی و قانونی اونجا رو بتونن رعایت بکنن. خب اونم که وقتی که عبدالله ابن حارث همسر رومان میاد به مکه، اونجا میاد چیکار میکنه؟ میگرده با چه کسی میتونه هم پیمان بشه، چه کسی اون رو تحت حمایت قرار بده. میبینه که ابوبکر که در اون موقع هنوز خب زمان جاهلیت شخصیه که مردم همه ازش تعریف میکنن هم پیمان خیلی خوبی هست و میری با ایشون پیمان میبنده و بالاخره ابوبکر ایشون رو تحت حمایت خودش قرار میده و با خانواده‌اش ایشون در مکه دیگه ساکن میشه. اما تقدیر این گونه رقم میخوره که زیاد طول نمیکشه که عبدالله ابن حارث همسر رومان از دنیا میره و خب اینجا رومان با فرزند خودش طفیل در مکه مونده تک و تنها و غریب. اما این اتفاق زیاد دوام نیاورد تا اینکه ابوبکر با ایشون ازدواج کرد و خب هم ایشون رو تحت حمایت خودش قرار داد و هم فرزند ایشون طفیل رو و اینها تونستن در کنار ابوبکر در خونه ابوبکر زندگی خوب راحتی داشته باشن و خداوند فرزندی هم به رومان از ابوبکر داد که اسم اون فرزند رو گذاشتن ابوبکر و همچنین بعد دختری خداوند به ایشون داد که اسم این دختر هم عایشه گذاشته شد که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها بعدها همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شد. اون چی که لازم هست ما اینجا ذکر کنیم، ابوبکر صدیق قبل از اینکه با رومان ازدواج بخواد بکنه در زمان جاهلیت ایشون با قتیله یا قتیله دختر عبدالعزی قریشی ازدواج کرده بودش. قتیله یا قتیله دختر عبدالعزی قریشی که از قبیله عامریه بودش ایشون ازدواج کرده بود و فرزندی رو هم به 2 تا فرزند به دنیا اومده بود از اون همسر ایشون از قتیله، یکی عبدالله بود و دیگری اسما. پس تا اینجا متوجه شدید که حضرت ابوبکر صدیق 4 تا فرزند داره، 2 تا فرزند و یک پسر یک دختر از همسر اولیش قتیله یا قتیله که عبدالله هست و اسما و 2 فرزند هم از این رومان داره که یکی عبدالرحمن و یکی المؤمنین عایشه. در هر صورت ابوبکر صدیق در زمانی هم که بالاخره اسلام آورده بود و در هجرت بعد از فوت جعفر طیار با اسما بنت اویس هم ایشون ازدواج کرد که اسما پسری باز واسه ابوبکر به دنیا آورد به نام محمد که به محمد ابن ابی بکر بعدها مشهور شد و ایشون با شخص دیگه هم ازدواج کرد ابوبکر صدیق به نام حبیبه بنت خارجه که اون هم براش بالاخره فرزندی به دنیا آورد که اون فرزند هم از دنیا رفت قبل از مادرش. در هر صورت این تا اینجا داشتیم گفتیم که این سابقه زندگی رو داشته باشید ببینید چگونه رخ داده و چه شده. اما ببینید ام المؤمنین عایشه یا از صدیقه بنت صدیق رضی الله عنهما این کسی که محبوب رسول خداست، هم خودش هم پدرش. این در لغت عرب میگفتن حبیبت و حبیب الله، محبوبه که کسی که دختر محبوب
خدا هست، رسول خدا هست، کسی که خداوند از بالای 7 آسمان براءت ایشون و پاکی ایشون رو تایید کرد. ایشون اشاره میکنه به ذکاوت و خرد پدر و مادر خودش، ام رومان و ابوبکر صدیق، که این دو شخصیت همونقدر در عقل و درایتشون کافی بود که جزو سابقین اولین در اسلام بودن و اسلام رو از همون ابتدا پذیرفتن در اولین مراحل و روزهای دعوت اسلامی. اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم زمانی که اجازه داد به یارانش که برای اسلام رو بپذیرند، ببخشید من واسه لحظه کمی جلو می‌خواستم برم، زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اسلام رو بالاخره عرضه کرد، این صحابی بزرگوار ام رومان جزو پس اولین کسانی بود که اسلام رو پذیرفت بعد از اینکه ابوبکر صدیق صلی الله علیه و سلم اسلام رو پذیرفته بود. در خانواده ابوبکر بعد از ابوبکر و جزو اولین افرادی که ایمان آورده و صادقانه دعوت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو مثل مردانی که در همون رده اول سابقین اولین بودن اسلام رو چیکار کرد؟ پذیرفت. میگن که وقتی که ابوبکر صدیق اومد پیش همسرش و خبر آورد که محمد صلی الله علیه و سلم از غار حرا اومده و این چنین مبعوث شده به پیامبری و چنین پیامی داره، ایشون هم سریعا دعوت پیامبر رو پذیرفت و دعوت اسلام رو پذیرفت و نزد پیامبر اومد و ایمان آورد و تصدیق کرد پیامبر رو و همچنان از همون روزهای اول در تربیت و پرورش برنامه دینی قرار گرفت ایشون و جزو همون نسل اول، کاروان اول، رعیل اول محسوب میشن در دعوت اسلامی. پس همینقدر دیگه شما تصور بکنید که برای فضیلت یک انسان دیگه از این چه بالاتر، از سابقون و الاولون. ببینید کسی که جزو سابقین و کی قرار میگیره و گروه اول هست. حالا این بالاترین فضیلتی که تازه قرآن داره ذکر میکنه، حالا ما فضایل زیادی رو از ایشون خواهیم خوند در این مجموعه قصه هایی که ما درش قرار خواهیم گرفت. ابن سعد نقل میکنه که از قول ام رومان که من مسلمان شدم، دقت میکنید نقل میکنه که من مسلمان شدم از همون ابتدا و بیعت کردم با پیامبر و در هجرت همراه شدم، یعنی با مهاجرین برای هجرت به سوی مدینه. و خب ام رومان آموزش های دینی رو مستقیما از رسول خدا صلی الله علیه و سلم میتونست دریافت کنه، چرا که ابوبکر دوست صمیمی پیامبر بود و با خونه ابوبکر رفت آمد داشت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و تر و تازه و دست اول ام رومان میتونست این دعوت دینی و برنامه دینی رو از همسر خودش و از محمد صلی الله علیه و سلم مستقیم دریافت بکنه و بتونه اون مفاهیم دینی رو درک بکنه و ذهن و درون خودش رو صاف و پاک بکنه و بتونه به خاطر این ایمان صحیح و پاکی که داره بتونه تحمل بکنه همه مشکلات و سختی ها رو، چرا که وقتی که انسان ایمان میاره تازه شروع آزمایش های سنگینی میشه که هرچی این ایمان صادقانه تر باشه صبر و پایداری انسان در این مسیر ایمان بیشتر خواهد بود. پس ام رومان هم مثل بسیاری همه مسلمانان اون عصر، نسل اولیه مسلمانان، انواع رنج ها و عذاب ها و شکنجه ها و آزارهای مشرکین رو تحمل کرد، همان گونه که دید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم یارانش رو آموزش به صبر و پایداری میداد، آموزش به وفاداری به اسلام میداد. ایشون هم از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این درس وفاداری، پایداری رو، صبر و ثبات رو یاد گرفت، از همسر خودش ابوبکر صدیق، و اینکه چگونه کنار ابوبکر بود که از مال و دارایی خودش ابوبکر برای آزادی مستضعفان مسلمان مثل بلال و دیگران هزینه میکرد برای دفاع از اسلام، ولی ایشون عملاً نه تنها که مانع میشد بلکه مشوق ایشون بود و کنار ایشون بود. نگاه کنید هیچ مردی بزرگ در تاریخ وجود نداره مگر اینکه شما نقش کلیدی همسر اون رو بتونید ببینید اونجا. یعنی این نکته خیلی مهمیه. گاهی وقتی از ابوبکر صدیق میشه خوبه که به خانواده ایشون هم ما نگاه داشته باشیم و هر بزرگوار دیگری رو که ما در تاریخ داریم و این نقش همسرانشون بسیار مهم هست. خب تا روز دیگه و جلسه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دنباله داستان رو در جلسه بعد خدمتتون ارائه خواهم داد.